خاطراتی نک. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نطاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نطاني. أنا القرآن وغيره كرا زندگی همی به در مهنت میکنی، همینم عبادت است، مهنتی حلال. این همی جایی که شما دیدستیم برادرها، همه شما کندستیم. 15 سانتی متر میکنیم، همش بروچت کمی همینجا. این مایم مرا شناختین؟ بیا بکا بیا، اومدم گی تایمسا. بیا اومدم گی من اسشم میزن، بالاشم میزنم. بیا هی نمیفهم، حق میگمش نمیفهم. هی زندگی ای بیا برام که بس بسیار بچه وزین بد نشه عربه. ای بچه امره ما عروسی نمیفهمه. ای گفته مرا فهمید نفهمید چیکار کرد. اشتگی یکی افتای میسوزیه. ای زندگی این سریوز من عروسی را بامبا میفهمم. یکم کلمه نمیدونم. میرم چه خیر بفهمونم. دایره دیکور دهی نیکور و معلوم. ای با زبان خودش مرا میفهمونم. مرا با زبان خودم. ای ساری مایده بارون بارید تا عبید قریب کار کن. بعد گفتم برین دوام گیرین. این اینجا بریا کسم دوش کسم بهترینه. عجیبوت های شامپان satışıyor, şampuan. زندگی اگر آسان میشد با گریه آغاز نمیشد. همه نمیره خدم کندم، با عقل آدم روز نمیه. تصورش حتی نمیکنی که امیر ما کنده باشم. نگاه که چوت اومگیم. کاروچی کپت لامت پاگزا تموشی بوچید. میگذارم با قسمی درونی دوم. اینا پاگزا بود کردیم امروز آخرین روزه. پگه نصیب باشه برو چاتکو را پاگزا میکشیم میاریم کار سر میکنیم. بای روزی دیگش برادرها ای پگا داره بینین. بچه کارگر میتوامه.
روزگاری ما و شما نیز همین خیلی میگذرد. ای غریبی واقعا در موندیم. یا الله خودت کمک کن. شب‌های درازی به عبادت چی کنم؟ شب‌های درازی به عبادت چی کنم؟ عمرم گذشت در غریبی، آخر چی کنم؟ مؤلف سناریو سعید شاه، کارگردان فیلم سعید شاه، نوار بردار سعید شاه.